سلام به برابکس یوتیوب. سوال اقتصادی هستم با ممزی. امروز اومدیم میخوایم فقط راجع به آلبوم و موسیقی صحبت بکنیم. چطوری؟ چاکرم عمو سهیل گل، دمت گرم که دوباره این اپورتونیتی به ما دادی بیایم ببینیمت و اینکه در خدمتم. مرسی که واقعا به قول معروف وقت دادی برامون بیای. عشق منی داداش، وظیفه است. اسم آلبوم جدید چیه و چرا این اسم انتخاب کردی؟ Devil May Cry اسم آلبوم جدیده. اول داداش اسم آلبوم یه ذره مثلا داستان شد تا ما این اسم رو انتخاب کردیم. اسم آلبوم قبلا من گذاشته بودم دیمون کریس. خب بعد دیمون کریس یه ذره آلبوم من کلش واسه آرتا پلی کردم موقعی که اومده بود دبی. بعد آرتا به من گفتش که داداش اسم آلبوم یه ذره گنجایش مفهومیش واسه ایران الان یه ذره فکر کنم زوده یا مثلا ممکنه نفهمن دیمون کریسو. گفتش که اسم آلبوم یه ذره کچی تر کن، یه چیزی که مثلا بیشتر متوجه بشن ولی نسبت به همین چیزی که داری میگی. بعد دیگه من همینجوری تو فکر این بودم که اسم آلبومو چی بذاریم و اینا. دیگه رفتیم رسیدیم به قسمتی که می‌خواستیم کاور آرت آلبومو درست کنیم. یکی از بچه‌ها اماد، یکی از بچه‌هایی که تو کار کاور میکنه و اینا، حالا کاورم 100% رو اماد نزد، آیدیا بود فقط، ولی توی گروپ چتی بودیم اماد گفتش که دیویل می کرای خیلی بهتره چون یه گیمی بود دیویل می کرای، اسم یه بازی. آره گفت همه اون بازیه رو میشناسن، همین که یه جورایی مفهومیش به آلبوم میاد. دیگه گذاشتیم دیویل می کرای و واقعا هم فکر کنم بعد از شنیدن این آلبوم حتی خود شیطون هم گریش بگیره دیگه. چرا این اصلا فوکس بود از دیمن و دیول؟ چرا باید توش بود؟ چرا شیطان این تو بازی بود تو مغزت؟ چی شده بود که شیطان نه به عنوان این که مثلا حالا پدر سوختگی منظور بود، نگیم شیطان پرستی و اینا باشه، نه، به خاطر اینه که این آلبوم ترکایی که توشه بیشتر به خاطر اینه که کارهای بدیه که آدما به هم کردن. خب آلبوم دو دسته است. تو این آلبومی که من دارم هم دیسلاو داره هم ترپ و بنگر داره توش، یعنی هم گنگه هم یه جورایی دیسلاو داره. دیسلاو یه جوراییه که خب بالاخره توی ریلیشنشیپ و اینا دوست دختر دوست پسرها بدیایی که به هم کردنه، و اون قسمت گنگسترش قسمتیه که خب یه آدم تو زندگی بعضی وقتا مجبوره یه کارایی رو بکنه که خوب نیست و واقعا مجبوری بکنی. چون چیزی که من از زندگی یاد گرفتم اینه که بیشتر آدمایی که یه کارای بدی رو میکنن از روی اینکه دوست دارن اون کار رو انجام بدن نیست، از روی اینکه مجبورن اون کار رو انجام بدن که از اون سیچویشنشون بیان بیرونه. یا مثلا حالا میتونه اون سیچویشن تلافی باشه، میتونه اون سیچویشن یه کاری باشه که میخوای بری استپ بعدی، یا میدونی یه جوریه که یه زنجیره کارهای بده، یه زنجیره دیمونیک مووز، دیمونیک اکس، you know؟ و این زنجیره‌ایه که بعضی موقع آدم‌ها یه جوری انجام میدن که حتی دسترس حتی اون چیزی نبوده که شیطان بهت گفته انجام بدی، دیگه دسترس اونم خارج میشه، میدونی؟ و این چیزیه که من توی این آلبوم یه جورایی واقعیت زندگی همه رو اومدم یه جورایی خواستم نشون بدم که اتفاقاییه که تو روزمره ممکنه هممون انجام بدیم و اصلا بهش توجه نکنیم که چقدر کار بدیه، ولی داریم هممون انجام میدیم. واسه همین اسمشو گذاشتیم که شیطون هم خجالت بکشه. اولا بچه‌ها که یه خبر خیلی خفن بهم ممزی دادش که داره آلبومشو با یه دونه چیز یادگاری کوچیک واسم میفرسته و این برای من سایزی منظورمه، این برای من خیلی بزرگه، خیلی زیاد. عشق منی داداش. جالبیش چیه؟ من سال نمیدونم 1999 یا 2004 یکی تو اون موقع ها علیرضا جی جی زدبازی یه دونه CD داشت به اسم کون فراری، یه همچه اسمایی بود. بعد اونو واسم نوشته و امضا کرده و بذار بیارم اسمت نشون بدم ببینه که دارید. خیلی باحال میگی. تا عمو سهیل بیاد من یه چیزی بهتون بگم. این پک برای همه است، پک فیزیکی. حالا نمیخوام بگم دقیقاً توش چیه، ولی یه دونش که به عنوان هدیه حتما به عمو سهیل میرسه و این پک روی وبسایت هست. وبسایت به زودی لانچ میشه و مردم میتونن خریداری کنن، کسایی که میخوان آلبوم به زودی داشته باشن، زودتر داشته باشن، و اینکه عمومیه، یعنی پابلیکه، همه میتونن خریداری کنن. یه یادگاری و دستنوشته و دستنوشته کوچیک از سمت من تا ابد برای همه طرفدارامه و بعدها میتونن
اینم به عنوان یه چیز اگزاتیک و یونیک برای آکشن بذارن و میتونن ازش هم پول در بیارن. Devils may cry. Don't forget the name. خدایی بچه ساپورت کنین دیگه. خیلی نیشن بدی بودیم. بچه‌ای که خارج از ایرانن بیان یه خورده اینو عوض کنیم دیگه. با لایک و کامنت کار ما راه نمیفته. Support my business and I support your business back. Simple. آره به خدا بهت دارم میگم. من سال 2009 بود فکر میکنم علیرضا اینا آلبومشون رو دادم بیرون زدبازی توی آیتونز برای اولین بار. بعد من گوش نمیدم، من رپ گوش نمیدم ها، پس من موزیک ایرانی گوش نمیدم. ولی وقتی فهمیدم این خبر اومد بیرون رفتم آیتونز و آلبومشون رو کامل خریداری کردم به عنوان ساپورت برای 10 سال پیشی که با آهنگشون حال کرده بودم وقتی که نمیتونستم پولی ریش کنن. و 2 سال بعد علیرضا رو دیدم و بهش گفتم علیرضا آیتونز شما رو کی هندل میکنه؟ گفت دست منه. گفتم فهمیدیم مثلا من سال 2000 چی اومد من یه دونه ساپورت کردم و اینا. نه گفتم که خب چقدر فروش کردین؟ بعد گفت 8 تا. بعد گفتم یعنی چی؟ گفت 8 تا. گفتم کل آدمای ایرانی 8 نفر اومدن دکمه خرید رو زدن رو آیتونز؟ بعد گفت آره. بعد گفتم یکیشون من بودم، یعنی من 15% آدمایی بودم که ازش خریده بودن. بعد اصلا باورم نمیشد که آمار ایران اینطوریه. آره دیگه داداش، از تا موقعی که تلگرام و این چیزا دزدی گوش دادن و اینا هست یه ذره سخت. حالا اون موقع که قدیم بوده، حالا ان شاءالله که ما 8000 تا بفروشیم حداقل. حالا اینو میتونی ببینی یا خیلی عقبه؟ آره خفنه حاجی. اسمش از کون فراری، اشتباه گفتم. کون فراری. آره بعد اسم آهنگاشو نمیتونم بخونم. اینترو، دومی رانینگ اس کون فراری، 3 سکیت، رانینگ اس، 4 چی پی تو اون دیسترک بال بوده فکر کنم. پی تو بال چیه؟ پی تو بالد شماره 5 هست چیمی مانی. چه اسمایی گوشت علیرضا؟ کاش سال زده بودم. چه سالیه؟ برای همین فروش نرفته بوده کسی نمیتونه بخونه. Bad for my health. Chronics Bad for my health. شماره 6 اینه. شماره 7 سکیت، شماره 8 مونی، شماره 9 The Youth of the Nation. The Youth. No, the Youth of the Nation. The Youth of the Nation. یه ذره سنگین بوده اسم اون موقع واسه ایران. الان ببین من مثلا این ترکی که این آلبومی که من گذاشتم Devil May Cry، مثلا حالا به جز اون ترکای دیسلاوه بیشترش من مثلا کلا اصلا سبک ممزی فارسی به انگلیسیه دیگه، فارسی انگلیسی میکسه. یعنی برای همین من مثلا خیلی دوست دارم همیشه، یعنی مثلا هدف اصلی من اصلا واسه موزیک کار کردن اینه که بزن سوالا رو تو بپرسی، چون ممکنه این جواب خیلی از سوالا باشه. این آلبوم چه تفاوتی با کارهای قبلی داره؟ خب ببین، هر کاری رو تو بکنی، هر کاری که سر رشتت باشه و توش تمرین مرتب هی انجام بدی، باعث بهتر شدنت میشه دیگه. و واقعا فکر میکنم که تو این چند سالی که من دارم موزیک کار میکنم، حالا یه شب در میون دارم موزیک ریکورد میکنم و استشمو بزرگ کردم، خب این الان در زمان حال این بهترین لول منه و تلاشی که کردم بابتش اینه که حالا از نظر ساوند، از نظر لایریکسی، از نظر صدام، از همه چیم فکر کنم اینه که فرق گذاشته با ترک‌های قبلیم و این دیگه اساره این چندین سال تمرین منه تا الان. حالا ممکنه که 100% بهتر از اینم خواهد شد، ولی فرقش اینه که خیلی ریل تره، خیلی سعی کردم ساده تر بیان کنم، چون قبلا خیلی موقع از ورسا و تکسامو نمیفهمیدن، باید حتما لایریکسامو میذاشتم، ولی اومدم خیلی ایرانیزه ترش کردم و سعی کردم که ساوندمو بهتر کنم و کلی هم کلابریشن های خفن توشه و فکر کنم که این یه اساره ای از تمام این سالا تلاشمه. چه با سوالی بعد همینه، همکاری خاصی تو این آلبوم با کی بوده؟ فیت خیلی دارم تو این آلبومه و دوست دارم که این جوابه رو با ترک لیستو که میذارم بگم، چون الان یه ذره لو ندیم، چون مطمئنم که این پادکست زودتر از آلبوم میاد بیرون و اینکه هم از نسل قدیم توش هست، هم از نسل جدید، هم فقط ستاره ها توشن و چیزیه که اگه من خودم ممزی نبودم حتما آلبومو میخریدم با ترک لیستی که میاد بالا.
چون یه جوریه که اصلا فیتا به هم نمیخوره، یه چیز عجیب غریب داره میاد، یعنی یه چیزیه که واقعا ارزش داشتنش هست به نظرم. کسی رو دیس کردی تو این آلبوم؟ سوال می‌دونی چیه؟ من از همون جایی هم که الان تو زندگی میکنی دیگه، خب از جایی که ما میایم بیف و دیس مال کسیه که نداشته باشه یا نو لایف باشی یا الاف باشی. تو این موزیک ایران، تو مارکت ایران، من هنوز کسی رو ندیدم که به اون جایگاهی مادی و پولی رسیده باشه از تو موزیک که بشه روش گرفت، میدونی؟ چون تو بیف همیشه پول میبره، حالا چه لفظیه چه فیزیکلیه چه هر چیزی هست. من کسی رو تو اون لولی نمیبینم که با من بیف کنه و اونقدرم بیکار نیستم که بخوام به یکی بپیچم که بخوام مثلا تو اون بیفه پانکافش کنم یا مثلا خفتش بدم یا چیزی. و خدا رو شکر دستم به دهنم میرسه اونقدری که نخوام دنبال فیم و این داستانا باشم که با خراب کردن یکی مثلا به یه چیزی برسم. بیفی توش نیست، ولی نصف آلبوم خیلی دیسریسپکتفوله. حالا من میذارم رو زمین دیگه، هر کی خواست برداره، میدونی؟ I'm coming in disrespectfully brother, you know. من یه داستانی بود که خب خیلی هم میدونن، 2 سال پیش یه بیف خیلی کوچولی من و سپر با هم داشتیم و خب من هم موقع تازه شروع کرده بودم یوتیوبمو، مثلا 4000 تا سابسکرایبر داشتم و داشتم تازه کارو شروع کرده بودم و خب موقع میفهمیدم که نمیفهمم. یه داستان بود، یه مرده هستش اسمشو نمیدونم، توی اینترویو بود، میگه که من سال 2002-03 50 سنت اومد به من یه دونه تو ترکش به من دیس داد. بعد من جرئت نداشتم بهش دیس بک بدم چون فکر کنم منو دیستروی میکنه و دیس بکش ندادم. و میگه 5 سال 6 سال بعد من یه جا شانسی 50 سنت رو دیدم. بعد یه اومد جلو گفت دادا من سعی کردم کمکت کنم، من به دیس دادم، تو چه دیس بک ندادی که مثلا فایت بشه و معروف شی؟ بعد میگفت من فکر کردم که مثلا دیس بک بدم تو ناراحت میشی اینا. گفت نه بابا پارت اف گیمه، چی میگی، جزء از بازیه. خب من اینو از اونجا یاد گرفتم که واو این یارو که من اسمشو نمیدونم برای همینه که من اسمشو نمیدونم، چون دیس بک نداد. اگه داده بود همه میدونستن و مثلا ماشین گان کلی که تنها نقطه شناختنش واسه خیلی هست فقط دیس بکش با امنه و خود من مثلا یکی از اونا. برای همین من اینو میدونستم و با سپر یه داستان برام پیش اومد و خیلی من ناراحت شدم از نظر، چون من سپر رو به عنوان دوست خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد، نه مثلا دوست معمولی برای من نبود. یادم بود که مثلا گفتم واو چقدر ما با هم میخوریم، چقدر با هم حال میکنیم، چقدر با هم میخندیم، سپی عشق، خیلی با هم مومنت‌های خوبی داریم با حداقل از طرف من. و بعد خلاصه اون داستان که اتفاق افتاد، خب من میدونستم که من اگه بیام اینو پخش کنم، مخصوصا به خاطر یه نفر که انقدر دوستش دارم، من مثلا الان دستش ناراحتم، هم به قول معروف کرمم ریختم، اون خشمم و زهرم ریختم، همین که خیلی برسه به سودمه. ولی هر کاری کردم نتونستم. گفتم نه، رفاقت هیچ وقت نباید حتی موفقیت سر هیچی نباید این کارو بکنی و جلوی خودم گرفتم. و وقتی مثلا همدیگه دیدیم یه ماه پیش، وقتی همدیگه دیدیم من میگفتم ببخشید، اون میگفت ببخشید، من میگفتم ببخشید، اون میگفت ببخشید. اصلا باور نکردنی بود. ولی آره بیف به کسی نمیرسه به جون خودم تو این رپ ها، چون واقعا من یه چیزی فهمیدم که مطرح کردن اسم همدیگه فقط توش یه ذره فیم الکی میاره و بدنامی، و تو این رپ هایی که خیلی سخت میشه با بقیه همکاری کرد، دیس کردن همدیگه واقعا اصلا به درد نمیخوره. میدونی یه موقع هست همه خیلی با هم دارن همکاری میکنن، یکی رو دیس میکنه خیلی میچسبه. ولی تو این رپ ها داداش تو با طرف تا صبحم بشینی اشغال کنی، بری بیای، رفیق جونجونیت هم باشه، به کار که میرسه اصلا یارو یه کسی دیگه ای میشه. حالا دیگه از این دیس توش معنی نداره، آردی همه تو دیسن، میدونی. و این خیلی بده که من واقعا خیلی تلاش کردم اینو درست کنم و از دست لجندامون این کار بر نیومد، چه برسه به منی که حالا کوچیک هم میدونی. کلا همه تو قیافن یه جورایی با هم، یعنی همه ساید گنگ شدن. آره قیافه کلا خیلی زیاده بی دلیل، اتحادی توش نیست. آخه مارکتی که کلا جمعیت فارسی زبون ما 80 میلیون نفر، 10 میلیون نفرشون موزیک گوش میدن، از اون 10 میلیون نفر 5 میلیون نفرشون مال رپ‌فان. تو مارکت کل موزیک رو نگاه کنی 5 میلیون نفرن. شما وقتی با هم همکاری نمی‌کنین، همه رپرها با هم، همه موزیسین‌ها با هم، همه آرتیست‌ها با هم، آره مجازا یه طرف، آندرگراوندا یه طرف، اینو من میفهمم. ولی وقتی آندرگراوندام هی با هم تو قیافن و کی بهتره و این کی خفن‌تره و
کی خلافکارتره و اینا مثلا نمیشه. میدونی تا اتحاد توی مارکتی نباشه اون مارکت هیچ موقع بزرگ نمیشه. اگه همه با هم بگن آقا ما دیگه مثلا با ما چه میدونم، حالا نمیخوام اسم رادیو رو بیارم یه چیزی رو خراب کنم، ولی اگه مثلا یه دفعه همه بگن آقا فقط اسپاتیفای میریم بالا، یه همه با هم میگن آقا ما دیگه رو تلگرام کار گوش نمیدیم، این اتحاد نیست. خب پس پولی توش نیست، نونی توش نیست، خیری توش نیست. یکی مثل من موزیکو فقط دلی کار میکنه. اگه اسپانسر یا فیت پولی یا کلابریشنی توش نباشه و کنسرتی نباشه داداش هیچی پول توش نیست. استریمای ما که همه صفره. چرا؟ چون همه با وی پی ان گوش میدن و دزدی از تلگرام. پس یه آرتیستی که هم لول منو یه زبون خارجی میخونه 10 برابر من داره پول در میاره. من اون شهرت رو از اون بیشتر دارم ولی مانثلی من چست تومنم توش نیست داداش. چرا؟ چون فرهنگ موسیقی اصلا جا نیفتاده تو کشور ما. حالا ما هر چقدر بیام سنگ تموم بذاریم واسه ساوند و آرت و پولی توش نیست. من فکر میکنم حتی بیشتر از چیز باشه، بیشتر از یعنی موسیقی باشه. حالا من اسم نمیبرم ولی یکی از بچه‌هایی که مثلا چند تا بچه یوتیوبر هستن که تو ونکوور هستن، من یکی از بچه‌هایی که خب مثلا خودش معروفه رو خونم بود، بعد داشتم میبردمش پیش یکی دیگه از اون یکی‌ها که اونم معروفه. بعد ما که رسیدیم دم در خونه یارو هنوز نرسیده بود، 10 دقیقه دیگه میرسید. بعد خب ما 10 دقیقه نشستیم، بعد من out of respect هم رفتم مثلا اگه خونه یارو اونجاست یه مثلا 5 متر اینورتر هم پارک کردم که مثلا وقتی میاد هر جا میخواد پارک کنه راحت بتونه پارک کنه. اومد و پارک کرد، در ماشینشو باز کرد، حتی به من سلام نکرد، رفت تو. بعد اونی که من داشتم میبردمش به اون آردی گفته بود که من دارم با دوستم میام، مثلا آره من دارم با سهیل میام، چیز نیست، مثلا اگه زود برسم و اینا مهم نیست، تو ماشین میشم تا تو بیای. حتی سلام، حالا مثلا من به جون تو اگر تو مثلا بیای تو آفیس من، حالا مثلا پیش من، بعد مثلا یه رفیقت که نه مثلا هر کی اوبر درایور فقط نباشه به بالا، من حتما یه سلام میکنم، چطوری خوبی فلان، یه 30 ثانیه‌ای با یارو حرف میزنم. خیلی‌ها جمعشو ندارن میدونی، خیلی‌ها واقعا کلاود فیم و کلاود یه چیزیه که مثلا قدیم میگفتن یارو پولدار شد عوض شد، الان همینه، این فیمه شده جای اون. یعنی تو حاضری، یعنی ببین من خیلی از آدما رو اومدم مثلا خودم بردم طرفو یه جایی هیچکی نیستا، 2 نفر آدمو بهش معرفی کردم، این برای خودت قیافه میگیرن میدونی. یعنی یه جوریه که یه جایی به بعد میفهمی که فقط همه دنبال اسمن، یعنی یه ذره ممکنه اسمشون در بره دیگه اصلا یارو میشه یه کس دیگه ای. میدونی مثلا الان تو تورنتو، خب این مثلا فقط واسه ایرانی‌ها نیسته، واسه همه آدمای دنیاست. فیم داداش خیلی تاثیر میذاره رو شخصیت آدم‌ها. یعنی خیلی باید، من واقعا درستای این مارکت رو میدونم کیان، چون هامبل نباشی به درد نخوری. حالا هر چقدر معروف باشی، هر چقدر پولدار باشی. مثلا تو تورنتو دریک 40 نفر آدم تو اوویان، خب اون 40 نفر همشون فهم میکنن دریکن. مثلا من رستوران میرفتم تورنتو، 4-5 اوویو نشسته بودن، یه جوری سیس میگرفتن، قیافه میگرفتن، حتی با مردم عادی، با گارسون، با این ور اون ور، با وله دم در. خود دریک اون کارو نمیکنه میدونی. همین قضیه است واسه حالا ایرانی‌ها، دور و بریای طرف، اونایی که اصل کاری نیستن، یه چوسه فیم که میاد دستشون اصلا فهم میکنن طرفن، فهم میکنن اصل کاری ان. و این یه چیزیه که جنریشن جدیده واقعا. یعنی cloud chasers is real bro, like people really chasing clouds, you know. واقعا مردم صبح تا شبشونو میذارن که فقط نامبر بخورن، دیده بشن، که for what like من که واقعا جوری نیستم. you're not the guy bro. هیچ وقت هم نخواهم شد. یعنی من واقعا همیشه ریلکس و خیلی به من میگن تو چرا انقدر چیلی؟ میگم بابا خبری نیست، چی فکر می‌کنی؟ هممون آدمیم. واقعا فقط تو سر خود آدم‌ها همیشه اونی که هامبل تره، خفن تره و کار درست تره. من اینو یاد گرفتم. آره هر کی خودشو میگیره هیچی نیست، هیچی نیست، حتی تو تخصص خودش هم هیچی نیست. آقا یه شایعه‌ای که درباره خودت هستش و اذیتت میکنه چیه؟ که اگه هست چیه و اینجا میخوای تکذیبش کنی؟ شایعه‌ای که درباره من خودم اذیت میکنم، حرف مردم هیچ موقع مهم نبوده، ولی یه چیزی که خب به گوش خانواده‌ام هم رسید و اونا هم مثلا برای من مطرحش کردن این بود که به من میگفتن پسر حاجی، به من میگفتن بابا ننه پولداری و
مثلا خب خیلی ها منو مثلا چند سال اخیر تازه شناختن دیگه، اونایی که مثلا من از قبل از تورنتو میشناسن یا حالا برگردیم قدیمی تر موقعی که بچه بودم تو ایران میشناسن رو نمیگم. خب من از موقعی که اومدم دبی خب به ایران نزدیکتر شدم، فنای ایرانی بیشتر پیدا کردم و مردم فکر کردن که مثلا من از ایران اومدم دبی یا مثلا تازه به دوران رسیدم یا مثلا ادا در میارم انگلیسی حرف میزنم و اینا. خب حق میدم بهشون میدونی، و خیلی ها بهم گفتن که آره با پول باباش به اینجا رسیده یا مثلا با پول خلاف به اینجا رسیده و اینا. این خیلی یه جورایی منو اذیت نمیکرد چون من میدونستم که هیت و لاو چیه معنیش. از قدیم از قبل موزیک میدونستم هیت و لاو معنیش چیه. مردم آرزوشونو بخوری زمین در همه حالی، در همه یعنی در همه حالتهای زندگی همه دوست دارن تو بیفتی. هیچکی از ته دلش به جز مادر پدرت خوشحال نمیشه تو به جایی برسی. حتی تو خواهر برادرام این اتفاق پیش میاد. و واسه همین این خبر وقتی مثلا به گوش پدرم رسید یه ذره ناراحتم کرد که مثلا اون داشت به من میگفت مثلا من سر کارمم، دوستام همچین حرفی میزنن، یه ذره کمتر نشون بده، یه ذره کمتر مثلا یه موفقیتی تو زندگیت به دست میاری نشون نده، مردم چش ندارن ببینن فلان، یعنی حرفا میزدن. این یه جوریه که من خیلی دوست داشتم حالا اینجا یه تریبونیه که بالاخره جفتمون شنونده داریم بدونن من واقعا سختی کشیدم سویل تو زندگیم. یعنی پیرم در اومد، پدرم در من، پاره شدم تو این زندگی تا به اینجا رسیدم. هیچ جایی هم نرسیدم همون یه ذره کوچولی هم که دارم. تو چه یعنی کاتگوری کار میکنی؟ من داداش اصلا قدیم کارم تو ماشینه. من قدیم که تو تورنتو بودم کارم توتراک بود. من توتراک درایور بودم، بعد یه توتراک خودم خریدم، کار ماشین تصادفی میکردم، ماشین تصادفی میخریدم درست میکردم، بعد یه دونه چی اسمش کارواش زدم، یه دیتیلینگ شاپ زدم، دم دیتیلینگ شاپ ماشین رپ میکردم، رینگ و لاستیک عوض میکردم. مثلا قرارداد داشتم با این بادی شاپ های مختلف، ماشیناشون رو کانترکت میگرفتم واسه دیتیلینگ، اونجا رو بستم دوباره رفتم تو کار توتراک، دوباره کلا تو کار ماشین بودم. الان دبی هم اینجا تو کار رنتال کمپانی ام. 4-5 تا ماشین خودم دارم، با یه کمپانی بزرگم که 200 تا ماشین داره کلابریشن بیزنس تو بیزنس دادم. هم من ماشینای اونا رو اجاره میدم روش کامیشن میگیرم، هم اونا ماشینای من اجاره میدن روش کامیشن میگیرن. یعنی کلا اصلا از بچگی تو کار ماشین بودم. فهمیدم. ماشین باز نبودم ماشین جمع کنم سوپ تاپ کنم و نه، به قیمت می‌خریدم، خودم سوار می‌شدم، دیل بهتر گیرم میومد، به قیمت می‌فروختم، ماشینمو آپگرید می‌کردم. همین کارو من تو تورنتو کردم. مثلا از یه دونه اودی A6 2004 من شروع کردم به یه ون، به یه نمیدونم BMW 2007، همینجوری رفتم بالا. این آخریا که داشتم میومدم دیگه لامبورگینی یورس داشتم، ولی اونم باز بالاخره با پدرم در اومد تا جمع جور کردم میدونی. ولی کارم کلا ماشینه، یعنی کاری سر رشته توش داشته باشم کار ماشین میکنم همیشه و همیشه. و اینکه آره این خبری که میگفتن پسر حاجی و اینا یه ذره اذیتم میکرد و یه ذره بهم مثلا حالا دیسریسپکتی نباشه به پسر حاجی ها، ولی کلا من خانواده خیلی متوسطی دارم و اینکه هر کاری کردم هر چیزی کردم با باختایی که تو زندگیم دادم تصمیمای درست گرفتم و پولمو یکمو کردم، دومو کردم، 3000 بارم خوردم زمین رفتم زیر منفی، ولی به هیچ کی نشون ندادم. دوباره اومدم بالا، از هیچ کی هم نه به هیچ کی هم نه بدهکارم، اگه بدهی هم بوده صاف کردم. خیلی تلاش میکنم که اسم و رسمم بمونه، نه پول و سیس و قیافه و اینا، فقط اسم و رسمم خیلی برام مهمه. دمت گرم واقعا، خیلی واقعا یک از مهمونای خیلی پر من هستی. من لذت میبرم با حرف زدن باهات. دوست دارم داداش، مرسی. آقا چقدر پروسه ساخت این آلبوم طول کشید؟ والا اگه به من بود که به خدا این آلبوم خیلی وقت پیش اومده بود بیرون. تو میدونی بدقولی بین ما ایرانی‌ها ذره و واسه کلابریشن ها واسه بالاخره خب سخته، حالا ایرانی و خارجیش هم نکنیم، یه ذره زیاد خودمون رو بد نکنیم. آلبوم تقریبا الان 3 ماه ما داریم روش کار میکنیم و فکر کنم امروز چندم مارچه؟ 6 هفتمه، امروز 7 مارچه فکر کنم. پخش آلبوم 26 فروردین 15 اپریل روز تولدمه. روزی که آلبوم دارم میشه اون موقع است. عشق منی داداش، حتما روز تولدم اگه پیشمون نبودی یه فیس تایم باحال میکنیم، یه شات با هم میزنیم. ولی آلبوم مثلا برای 15 اپریل من تمومش کردم که بیاد بیرون همه چیز تموم شه، ولی خب کار زیاد داشت دیگه. وبسایت پیش فروش داشت، ویژوالای خیلی خفن 3D انیمیشن داره خفن روشه داره میاد بیرون، موزیک ویدیوهاش داره تموم میشه، کلابریشن ها یه ذره سخت. خب بچه‌ها کشورهای مختلفن، تایم زونامون فرق میکنه میدونی، ایناش یه ذره اذیتمون کرد، ولی 3-4 ماه طول کشید. بازم خیلی قویه 3 ماه.
من یکی از رفیقات مثلا آره دیگه ترک داره 1 سال و نیم پیش آخه همون نداده من بیرون. خیلی ترک دارم، مثلا من نزدیک 1000 تا ترک تو استش دارم. من تنها کاری که باید بکنم اینه که فقط بفرستم ورسو بزنن، ولی خب بازم 3-4 ماه آره واقعا طول کشید. آقا خیلی هم میگن موسیقی رپ ایران دیگه توش خلاقیت نداره. تو موافقی یا فکر میکنی این آلبوم میتونه فرق کنه؟ خلاقیت داداش، آلبوم من تنها کاری که میکنم اینه که از روی فلو هیچ اسکی نکنم. یعنی فلویی که من دارم الان مثلا خیلی چیزی که رایجه بین بچهای ایرانی اینه که مثلا خیلی هم بیتن، خیلی هم مثلا دارن اکسپوز میشن که از رو فلو مثلا فلونی زدن، از رو فلو فلونی زدن و خیلی داره اوکی و نرمال میشه. ولی من اینو اصلا دوست ندارم، چون فلو چیزیه که باید خیلی فلبداهه بیاد و مثلا قبل از ریکورد کردن ورس من همیشه فلو در میارم اول و خب اون باعث میشه که تو سبکت با بقیه فرق کنه یا سبک خاص خودت رو به دست بیاری. واسه همین من تا جایی که سعی کردم یه عوضش کردم، یه رونقی بهش دادم، ولی اونجوری که بخوام فلوی بزنم که تا حالا کسی نشنیده و اینا 80% آره 20%ش ممکنه شنیده باشن قبلا. مثلا کارهای گنگ و بنگری که توشه همه عوض شده، همه جدیده، ولی خب دیسلاوا یه جوراییه که ایرانیزه است دیگه، میدونی. خیلی هم میگن فقط واسه یه قش خاصی میخونی، این به نظر درسته یا نه؟ داداش ما یه گنگستر دل شکسته ایم دیگه، اگه قششون بریه که آره. چیزی تو این آلبوم هست که بخوای مخاطبا بیشتر بهش توجه کنن؟ یعنی با اون چش حواسشون باشه که نگاه کنن و گوش بدن. واقعیت زندگی روزمرهشون دور همتون داره این اتفاقا میفته، فقط خیلیا خواهی و وجودشو ندارن بگن من میگم. بعد آلبوم چه برنامه‌ای داری برای آینده تور کنسرت؟ یا میخوای سریع بعدش ترک سینگل بدی بیرون؟ دوست دارم که سولو کنسرت بگیرم، یه ذره ممزی رو بیشتر بشناسن. دوست دارم با فنام خیلی تو ریل لایف انگیج بشم، ببیننم، و دوست دارم که یوتیوب چنلمو درست کنم و اینکه بتونم باشون بیشتر تماس داشته باشم و اخت بگیرم، خود ممزی رو بیشتر بشناسن تا آهنگاش. خیلی آدم وقتی فنا رو میبینه واقعا یکی از قشنگترین لحظات دنیا، چون خیلی عجیبه، خیلی مخصوصا واسه من خیلی عجیبه که یکی که نمیشناستت قشنگ میشناستت بعد میاد جلو. آره دیگه، ولی منم دوست دارم اونجوری اونا رو هم بشناسم، میدونی. فکر میکنی میتونی بین 5 تا بهترین رپر ایران بشی با این آلبوم یا کلا جفتش؟ اونو دیگه من میذارم، من خیلی بدم میاد خودم رو جاج کنم. مثلا من به تو میگم سهیل تو واقعی ترین آدمی هستی که تو این دنیا هست، تو میگی اون تصمیم تو بیست با کریری که من دارم. منم اینو دوست دارم بگم، من تمام تلاشمو میکنم که نامبر وان باشم، ولی دیگه اگه قراره تاپ 5 بشم این تصمیم شماست نسبت به کریر من، نسبت به کاری که من دارم میکنم. و تاپ 5 بودن یا تاپ 3 بودن یا نامبر 1 بودن چیزیه که آدینست باید انتخاب کنه، و یعنی تو چش همه مامانا پسراشون نفر اول دنیا هن دیگه، میدونی. تو که انقدر انگلیسی خوب میخونی چرا کلا سبک تو عوض نمیکنی، انگلیسی نمیخونی؟ اینو خیلی سوال خیلی خفنی پرسیدی. من اصلا کلا انگلیسی خیلی بهتر از فارسی میخونم. از همون اولم که شروع کردم من انگلیسی شروع کردم، ولی خب میدونی مارکت انگلیسی تارگت آدینست بیلیون نفره، میدونی، و اینکه خیلی سخته رقابت و مثلا کامپتیشن خیلی بالاتره. واسه همین حالا جوری که با کسایی که اول راه من داشتن به من کمک میکردن همیشه بحث این بود که خب تو الان چون دو زبونه ای و بیرون ایران داری زندگی میکنی سالهای زیاد، بیا این کالچر زندگی کردن بیرون تو به ایرانیان نشون بده، چون جوانای ایرانی اول آخر همه بیشتریان دوست دارن یه بار بیان خارج یا بیان کانادا یا آمریکا یا هر جای دنیا اون زندگی رو اکسپریانس کنن، یا دوست دارن زندگی تو ایرانشون رو یه جورایی مثل کالچر این ور بکنن. خب تو بیا این کالچر رو به اونا نشون بده، خیلی زودتر ممکنه فیمس شی و اون به اون درجه‌ای برسی که اگه بخوای یه روزی به مارکت انگلیسی ورود بزنی با اون وزن، با اون ویتی که آردی به دست آوردی ببینن تو، بشناسنت، به جای اینکه با 100 تا دونه فالوور بیای ورود بزنی و خفن ترین تالنت رو داشته باشی، دیده نمیشی. چون تو مارکت انگلیسی میدونی داداش، یا باید خیلی پول خیلی خیلی سنگین بذاری پشتت، یا باید خیلی 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 کانکت باشی.
کلی تالنت هست. الان تو توی خیابونی که خودت داری زندگی میکنی، من به شخصه بهت میگم نصف خیابون رپرن، نصف خیابون ریل استیتن. هست یا نیست؟ احتمالاً. جوونا. خب پس خیلی سخته، کامپتیشن خیلی بالاه که بخوای با اون انگلیسی زبونا رقابت کنی و بزنیشون. واسه همین من دوست داشتم تو مارکت ایران، تو کشور خودم بیام بالا، یه وزنی بگیرم که وقتی خواستم کارهای انگلیسیمو اکسپوز کنم، لیبلا آردی پیکن چوزم کنن و جوابمو بدن، به جای اینکه یه نونیم باشی و حالا اصلا صدای ویکند بده، صدای چه میدونم توری لنز بده. وقتی نونیمی زیاد کسی زیاد توجهی بهت نمیکنه. ولی 100% این یکی از پلنامه و فکر کنم بعد از این آلبوم زیاد کار فارسی نخونم دیگه، بیشتر فوکسمو بذارم روی پروژه‌های انگلیسیم و اینکه بتونم یه دیل خوب بگیرم از یه لیبل خفن. نایس. اگه یه پیام خاص برای طرفدارات داشتی چی بود؟ یه پیام خاص برای طرفدارام، یسمن نباشین، ارزش خودتون رو بدونین. میدونی حالا تو هر کاری که میکنی، هر چیزی که هستی، نذار روز بدت، حال بدت یه کاری کنه به چیزی که هیچ موقع نباید بگی یس. میدونی یسمن نباشین، همیشه یاد بگیرین نگفتن رو یاد بگیرین، خیلی کمکتون میکنه. من خیلی اتفاقای بد زندگیم افتاد واسه روزی که نیاز بودم و به الکی گفتم آره من میتونم، یس. آقا ببین ما این چیزا رو هوا نمیسازیم، ما به خدا بگو به دروغ نیست. اینجا رو اگه میشه کامرا زوم کنه بخونه. نوشتم این اپیزود بعدیمونو که میخوام ضبط کنم با رامین، هستش قدرت نگفتن. یعنی همین چیزی که داره رو کاغذ اینجا رو واو. یعنی وحشا. داداش من زندگی رو خیلی وقت فهمیدم. دمت گرم خدایی. و آخرین سوال که میخوام بپرسم اینه که پت پیوت چیه؟ از چی خیلی بدت میاد؟ کلن آره من مثلا بوه، مگه چیز بوی بد بیاد دیوونه میشم. آره اونا که آجی اونا بیسیکه، اونا رو کلا مثلا 99% آدما پت پیوشون بوه. نه تو نمیتونی من چقدر حساسم. آخه من خیلی من روانی هستم. مثلا بیرون کسی سیگار میشنوه میکشه، من تو خونه میفهمم. بعد بچه‌ها میگن چه جوری تو این اصلا از کجا بو میاد تو؟ مثلا یه مولکول الله در رد شده، من مریضی دارم اینجوری دارم میگم. حاجی پت پیو من پت پیو زیاد دارم، ولی مثلا یکیشو که خیلی جدیدن تو مخمه اینه که مثلا دخترای توپل وقتی بی بی ال میکنن حاجی اصلا کتم نمیره. من خدا برکی به عنوان آدم چاق دوست ندارم این اتفاقی که همه دارن میافتن، میگن همه چی اوکی و اینا. میگم اوکی دیگه اوکیه، ولی دیگه نه که مثلا پراود باشیم. آروم باش دیگه. پت پیو زیاد دارم. پت پیو یکیش همین بوه، یکی آدم بد دهنه. میدونی خیلی از آدم بد دهن من بدم میاد. یکی دراگه. میدونی دراگ الان توی جنریشنی ما داریم زندگی میکنیم که مواد مخدر خیلی چیز آسون و ریلکسی شده، خیلی مثلا خیلی نرماله. مثلا من دیدم خیلی جا مثلا پلشتی اگه مثلا مواد نزنی و واقعا این چیز دردناک و بدیه که تو سالهای دیگه خیلی چیزا رو تو این دنیا عوض میکنه، چون از الگوریتم زندگی میفتی عقب. شما وقتی شبه باید بخوابی، وقتی روزه باید پاشی اکسرسایز کنی، کار بکشی از بدنت. این مواد باعث میشه که چی؟ شب تا صبح بیدار باشی، اخلاقت بد باشه. یه الکل میخوری 3 روز هنگووری، اسهال میشی، غذات بد میشه. از کلا به صدمه زدن به جسم آدمیزاد پت پیو منه. یعنی کسی که من میبینم درست زندگی نمیکنه، نگران خودش نیست، از بدن و از جسمش تیکر نمیکنه، متنفرم از این آدما جدیدن. اصلا جدیدن هم خیلی 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 زیاد تو مخمه. پت پیوم عجیب رو آدمایی که به فیزیکشون به سلامتشون نمیرسن. میدونی؟ آره خداوکیلی خیلی مهم. من همین الان هر هفته 3 بار ترینر میاد ورزش میکنم، غذامو واچ میکنم. یعنی آره حاجی باید به این جسم بره. ببین این جسم دست ما امانته دیگه. تنها چیزی که تو این زندگی واقعا صاحبشی ته بازی رو بخوای نگاه کنی، آدمیزاد یه جوری دیزاین شده که تو جنگل بتونه سروایو کنه، با دست خالی حیوان بکشه، غذا بخوره و زنده بمونه و بره جلو. حالا این تکنولوژی که الان تو این دور زمان گیر ما اومده بونسه، ولی نباید یادت بره که تنها چیزی که واقعا تو صاحبشی این بدن است. میدونی؟ حتی روحت هم تو صاحبش نیستی. روحت بهت میگه چیکار کنی، میبرتت از اینجا به اونجا، از این ور به این ور، دنبال این دنبال اون احساسات، گریه کن بخند. این روحه. جسم تنها مسئولیت اصلی تو زندگی این جسم است. میدونی؟ خیلی قوی بود. یعنی واقعا دم گرم کسایی که تا این لحظه گوش دادن. واقعا یه چیزی
آدمی لحظه‌ای که ایناست که باعث میشه مثلا یه آدمی که یه نفر که حالیش تکر میکنه دمش گرم، اونی که تو توپ من تو زمین من داره بازی میکنه، این حرفاست که آدمو میبره جلو. یه سال دیگه 6 ماه دیگه که دوباره به خود برسی، چون واقعا یه بازی هر روزیه، نمیتونی ولش کنی. من واقعا یه روز ول میکنم نزدیک 9 تا 10 روز طول میکشه که همون یه روز رو برگردونم. خیلی واقعا بازی سختیه و هرچی هم سنت میره بالاتر بدتر میشه، مخصوصا تو 40 که سن دیگه میره یه لول دیگه. حتما داداش، درستش هم همینه. دمت گرم آقا، خیلی خوشحال شدم از آشنایی از صحبت دوباره با از آشنایی با آلبومت منظورم بود. عشق منی داداش، ان که بیاد و یه پک فیزیکی خفنم تو راه واسه، ان که گوش کنی و حال کنی و کلی. فقط نگفتی قیمتش چقدره؟ قیمت ها رو داداش تو وبسایت من گذاشتم، یه چیز خیلی ناچیزه که همه قشری بتونن یه جورایی بخرن. من واقعا دنبال پول نیستم با این آلبوم و کلا موزیک، من خیلی موزیکو دلی نه ولی میخوای ببینی آقا زحمت کشیدم نشون بدین دوستم دارین دیگه، من کاملا میفهمم. یعنی اگه قیمتش یه مثلا چیزی که واقعا یعنی همه میتونن افورد کنن، اگه نکنن کم لطفن. یه ساندویچ و مثلا نوشابه ها کمتر از اونه دیگه. بچه‌ها کامان جون مادرتون تو رو خدا به هم دیگه بگین، یعنی واقعا این پولا رو حیفه. چون یه دفعه وقتی بزرگتر میشی تو زندگی نگاه میکنی، مثلا میگم یهو میبینی رفتی یه ماشین فروختی، یارو یه دروغ بهت گفته، بعد مثلا 4000 دلار کرد تو پاچت. اگه تو تمام زندگی تمام خواننده‌ای که دوست داری آلبومشون روز اول می‌خریدی، تمام تا آخر روز زندگی 4000 دلار خرجش نمیشد. پس اگه دیگه داداش یه چیزایی هست که معرفتیه دیگه، میدونی. وقتی میری رستوران 100 دلار پول غذا میدیم، حالا میدونم همه نمیرن، ولی دیگه پیتزا میخوریم دیگه پیتزا رو مثلا یه ماه با هم بخوریم، اینجوری بهش نگاه کن. دمتون گرم آقا، خیلی خوشحال شدم. دمت گرم، مرسی. جیگر تو داداش، دم تو گرم، وقت گذاشتی. دمت گرم. love you چاکس.